گروه از دانشمندان و ادیبان شناخته تاجیک از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند به پرونده زید سیدوف وزیر سابق صنعت دخالت کند. از جمله مومن قناعت، گلرخسار صفی، محمدشاه لالوف و موسی دینارشویف در نامه بازی به عنوان رئیس جمهور گفتند که ممکن است شخصیت به مثل زید سیدوف که برای مردم خدمت زیاد کرده است قربانی بی‌عدالتی شود. زید سید آدمی بود که ذوق و سلیقه خوب داشت. پول پیدا میکرد و بهترین عمارت‌های شهر دوشنبه را ساخته است. بهترین، نه برای خودش، برای آرایش و زیبا کردن پایتخت. ادیبان و دانشمندان تاجیک در حال به رئیس جمهور مراجعه کردند که قرار است به زودی دادگاه حکم زید سیدوف را که به جنایت‌های سنگین از جمله تجاوز به ناموس متهم می‌شود اعلام کند. در دوشنبه متخصصان و مقامات رسمی وضع صحتی مهاجران تاجیک را بررسی کردند که بعضی وقت در شرایط سخت کار در روسیه بیمار می‌شوند. در نشستی که بخشیده به روز بین المللی مهاجران صورت گرفت، همچنین مسئله سرایت بیماری ویچ اسپید و یا نارسایی مسئولیت بدن به مهاجران بررسی شد. در روسیه صدها هزار مهاجر تاجیک غیر قانونی کار می‌کنند و در صورت بیماری هنگام مراجعت به شفاخانه‌های روسیه به مشکل زیاد گرفتار می‌شوند. В прошлом году в результате пилотного проекта мы выявили 31 мигрант с туберкулезом за 6 месяцев. Когда работали, проводили санитарно-процессуальную работу среди более чем 2000 мигрантов, которые вернулись из Российской Федерации. در واکنش به گزارش اخیر ما دایر به خودسرانه بالا بردن راهگیرها در نقلیات مسافربر در پایتخت، مقامات دوشنبه برای شرح این موضوع به دفتر رادیوی آزادی آمدند. راننده مسافربر خطسری 13 که همراه آنها بود میگوید راهگیرها را بالا نبرده است و برگردانیدن بقیه مسافر را فراموش کرده است. اما مقامات رسمی گفتند که هر شکایت را جدی میگیرند، ولی از مسافران هم خواستند که حق و حقوق خود را حمایت کنند. در ولایت سوخت بعضی از مهاجرانی که از روسیه برگشتند با دعوت حشر خانه می‌سازند تا فصل گرما برای کار دیگر باره به روسیه برگردند. حشر یک سنت مردمی در تاجیکستان سالهای اخیر کمتر دیده می‌شود، اما در بعضی از ناحیه‌ها هنوز پا بر جای است. سرما روسیه برفته مرد کاری کرده، همین پولی جمع کردگی برای همین کار استفاده کرد. معماران در فصل زمستان خانه‌سازی را توصیه نمی‌دهند، ولی مهاجران کاری ناچار در روزهای گرم این فصل به بنیاد منزل شروع می‌کنند تا زودتر صاحب سرپناه خصوصی شوند. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر سر بزنید به تارنامه رادیوی آزادی، به شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم ضمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.